زباله احکام، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید و با پای چپ به آن وارد میشوید. بله. بسم شیطان الرجیم و سلام علیکم و باز هم بله. تامات و احکامی رو میخوایم براتون ببافیم و شیطان را شاکریم که بازم توفیق حاصل شد خدمت شما برسیم با برنامه زباله احکام، ادامه احکام برجام، اونم مبطلات برجام، یعنی کارهایی که برجام را باطل میکند و عظما باید در مدت پسا برجام از اونها پرهیز کند. بعضی از آنها گفته شد، فرصت ما کوتاه است، مخاطب ما هر دو جناح نظام است. اونهایی که قابل طرح در این برنامه باشند خدمتون عرض میکنیم. از جمله کارهایی که برجام رو باطل میکند دروغ بستن به عظماست که بگویند همه چیز زیر سر خودشه و یقه ایشان را گیر سپید بدن. اگر کسی نسبت دروغی به عظما بدهد که ایشان خودشان زیر جلی اوکی را صادر فرمودند در حالی که همچون چیزی نگفتند یا همچون کاری را انجام دادند و امثال اینها، اگر با توجه و عمدن باشند برجام که هیچ، بلکه کل عمود نظام و شناسنامه عظما هم باطل میشه. گرچه معمولا این برای مردم، برای مؤمنین متدینین اتفاق نمیافتد، اما به هر حال جزو مبطلات برجام هست. اما اگر یک مطلب کذبی این شیخ فری یا هر آدم قرودبه از باندش آمده، کسی گفته است، توی مقاله بوده، حالا شخص خودش نمیخواد نسبت دروغ بده، فقط داره نقل میکند که همچون مطلبی رو گفتن، همچون مطلبی نوشته شده است، در فلان کتاب اینجوری آمده است و خودش نه اعتقاد دارد نه بنا دارد. گاهی وقتا هم خلاصه چند بار میگه نعوذ بالله که مثلا همچون مطلبی رو گفتن. این دیگه این مبتل برجام نیست، بله، و فقط فک عظما را جا به جا میکنه. نکته دیگر این که این کار اگر به خاطر یک بیماری هم باشه، مثلا یک آشفتگی در معده داره، به خاطر اینکه از این راحت بشود، حالا یک زهری خورده یا چیزی، دست به حلقش میزنه یا با کار دیگه‌ای که زهر هسته‌ای رو بالا بیاره، اینم باز چون عمدی هست ولو از باب ناچاری هم باشه برجامش باطله. بله. و اما اولین سال این برنامه یک سال تلفنی باشه، بشنویم. حاج آقا سلام، مجتبی هستم و از بیت زنگ میزنم. بعد از انتخابات آمریکا و تمدید تحریما و اینکه این شیخ فری هی دم ابوی ما رو گیر میده، ایشون شب و روز ندارن و مریض شدن. منم از دل درد دارم میمیرم. به نظرم این زهر بدجوری داره عمل میکنه. چی کار کنیم؟ بله، شیطان حافظ بیت عظما باشد و انشالله وبا بدهد به شما و همه بیماران و یاران آسیدلی. و در این وقت شریف، در این ماه عزیز دسامبر، از کاخ سفید میخوایم که قبل از جابجایی به عظمای ما شفای عاجل و کامل عنایت بفرماید. البته هرچند که چشممان آب نمیخوره و بعیده که این امامزاده دیگه شفا بدهد و تاریخ مصرفش بله اکسپایر شده. خب اگر آماده است یک سوال تلفنی دیگه بشنویم. بله، ظاهرا باز هم از بیت عظماست و خجسته خانم هستن. سلام، ببخشید میخواستم بپرسم آدم چشش سرمه بزنه اشکال نداره؟ ممنون. بله، سرمه کشیدن به چشم چیزی رو باطل نمیکنه، نه خیر، اشکالی ندارد، ولی باید توجه داشت که مشکل عظما با سرمه حل نمیشه و با سیلی هم که صورتش سرخ نگه داره جواب نداره. و بله. و اما نکته پایانی این برنامه، یکی از آثار بله اشاره میکنن که رود درازی موقوف. و السلام علیکم و بله.